پایین‌تر از نرمال. هوش پایین‌تر از نرمال محدودترین حالت کارکرد ذهن انسانه. کسایی که تو این سطح هستن ممکنه ضریب‌هوشی یا همون IQ زیر 70 داشته باشن که اغلب به خاطر شرایط ژنتیکی مثل سندرم داون، آسیب مغزی یا مشکلاتی موقع رشد پیش میاد. این افراد معمولاً توی حرف زدن، حافظه و فکر کردن به چیزای پیچیده مشکل دارن. حتی کارهای ساده‌ای مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن یا فهمیدن دستورهای معمولی هم ممکنه براشون سخت باشه و تا آخر عمر نیاز به کمک داشته باشن. دنیای اونا خیلی لحظه‌ای و حسیه، یعنی بیشتر به لحن صدا و لمس کردن واکنش نشون میدن تا به منطق و زبان، اما تشخیص احساساتشون میتونه خیلی قوی باشه. اونا خیلی خوب مهربونی، ترس یا کلافگی رو توی بقیه حس میکنن، با اینکه شاید هیچ وقت نتونن مستقل زندگی کنن، ولی خیلیاشون پیوندهای عاطفی عمیقی میسازن و شادی، غم یا حس نزدیکی رو به روشهای غیر کلامی خیلی عمیقی نشون میدن. جامعه مدرن امروز بیشتر دنبال مراقبت، احترام و پذیرش این افراده تا استفاده از برچسب‌های قدیمی و توهین‌آمیز. با عشق، نظم و حمایت، آدم‌های این سطح میتونن در حد توان خودشون زندگی معناداری داشته باشن. پایین‌تر از میانگین. هوش پایین‌تر از میانگین شامل کسایی میشه که میتونن مستقل زندگی کنن، ولی خب توی استدلال‌های پیچیده یا تفکر انتزاعی به مشکل میخورن. نمره IQ این افراد معمولاً بین 70 تا 85 هست. درس‌های مدرسه‌ای مثل ریاضی، علوم یا دستور زبان براشون سخته و معمولاً با تکرار و کار عملی خیلی بهتر یاد میگیرن تا با تئوری و توضیحات خشک. این افراد توی محیط‌های منظم با روتین‌های مشخص بهترین عملکرد رو دارن. مثلا کارهایی که کار فیزیکی، ارتباط با مشتری یا پرستاری توشه. شاید توی تحصیلات رسمی عقب بیفتن، ولی خیلیاشون مهارت‌های فنی یا اجتماعی فوق‌العاده‌ای دارن. از نظر اجتماعی میتونن خیلی برونگرا، وفادار و از نظر عاطفی قوی باشن. این سطح از هوش خیلی وقتا نادیده یا دست کم گرفته میشه، ولی با حمایت درست این آدم‌ها میتونن مستقل زندگی کنن، تشکیل خانواده بدن و کلی به جامعهشون خدمت کنن. اونا وقتی شکوفا میشن که به خاطر کارهایی که میتونن بکنن بهشون احترام گذاشته بشه، نه به خاطر کارهایی که نمیتونن بکنن قضاوت بشن. معمولی اکثر آدمای همینجا که خیلیاشون فکر میکنن نیستن. هوش معمولی بهت اجازه میده بخونی، بنویسی، ریاضی حل کنی، قوانین رو رعایت کنی و مکالمه داشته باشی. علت و معلول رو میفهمی، برنامه ریزی میکنی و از اشتباهات درس میگیری. این هوش روتین‌ها، روابط و حل مشکلات اولیه است. میفهمی چه کاری باید انجام بشه و معمولاً هم انجام میدی. معلم‌ها، راننده‌ها، کاسب‌ها، پرستارها، تکنسین‌ها و غیره همشون اینجا هستن. دنیا بدون هوش معمولی نمیچرخه. متعادل، کاربردیه و برای سازگار شدن کافیه. ولی خب یه نکته‌ای هست. این سطح یه جورایی انگار ته خط رشده. آدمای اینجا معمولاً اونقدر باهوش هستن که فکر میکنن همه چی رو میدونن، ولی اونقدر تیز نیستن که نقطه کورهای خودشون رو ببینن. اونا حق با من بودن رو با آگاه بودن اشتباه میگیرن و خیلی کم پیش میاد سوالای عمیق بپرسن، چون زندگی همینجوری که هست میچرخه دیگه. این سطح ثبات داره ولی چسبناکه. بیشتر آدما رو گیر میندازه، نه به خاطر اینکه نمیتونن رشد کنن، بلکه چون هیچ وقت احساس نیاز نمیکنن که بیشتر تلاش کنن. بالاتر از میانگین. هوش بالاتر از میانگین جاییه که سرعت فکر کردن میره بالا. اینجا فقط یاد نمیگیری، بلکه جهش میکنی. الگوهایی رو میبینی که بقیه نمیبینن. نتایج رو خیلی قبلتر از این که بقیه حتی بفهمن مشکلی وجود داره پیش بینی میکنی. مدرسه احتمالاً برات کند و تکراری بوده. مکالمه با بقیه گاهی برات مثل موندن تو صف انتظاره. ذهن‌های این سطح توی رشته‌های تئوری، ریاضی، برنامه‌نویسی، مهندسی و فلسفه عالی عمل میکنن. عاشق پیچیدگی‌ها، پازل‌ها و سیستم‌ها. ولی خب یه سایه‌ای هم داره. تو خیلی چیزها رو خیلی زود میبینی. ممکنه کمتر حرف بزنی، چون وسط جمله داری حرف خودت رو سانسور و اصلاح میکنی. ممکنه الکی ادای معمولی بودن در بیاری تا فقط آرامش حفظ بشه. این سطح باعث کلافگی میشه، نه به خاطر اینکه بقیه خنگن، بلکه چون اونقدر سریع نیستن که باهات هماهنگ بشن. و اگه مراقب نباشی، هوش بالا تبدیل میشه به بی‌تفاوتی بالا. بالای هیاهو شناور میمونی، ولی یادت میره چطوری قاطی آدما بشی و زندگی کنی. هوش بالا
هوش بالا معمولاً به آیکیو بین 130 تا 145 گفته میشه، یعنی حدود 2% بالای جامعه. آدمای این سطح فقط سریع یاد نمیگیرن، اونا اغلب جهش‌های ذهنی دارن و راه حل‌ها رو قبل از اینکه بقیه حتی مشکل رو پیدا کنن میبینن. اونا توی تشخیص الگوها، تفکر انتزاعی و مسلط شدن به سیستم‌های پیچیده معرکه‌ان. توی مدرسه شاید درس‌های سخت رو مثل آب خوردن پاس کنن و خودشون چیزهایی رو یاد بگیرن که فرسنگ‌ها جلوتر از درس‌های مدرسه است. اونا معمولاً از پازل‌های منطقی، بحث‌های عمیق و تحقیق‌های تنهایی لذت میبرن. خیلی هاشون جذب رشته‌هایی مثل علوم نظری، مهندسی نرم افزار یا فلسفه میشن، جاهایی که قدر تفکر انتزاعی و استراتژیک رو میدونن. از نظر عاطفی ممکنه احساس تنهایی کنن یا حس کنن کسی درکشون نمیکنه، مخصوصا تو نوجوانی که سرعت مغزشون از رشد احساساتشون جلو میزنه. اما وقتی حمایت بشن تبدیل میشن به مخترع‌ها و کسایی که مشکلات رو حل میکنن و مرزها رو جابجا میکنن. هوش بالا فقط باهوش بودن نیست، یعنی بتونی جوری فکر کنی که بیشتر آدما حتی نمیتونن تصورش کنن. تیزهوش اینجاست که توانایی‌های استثنایی واقعاً خودشون رو نشون میدن. معمولاً با آیکیو بالای 145 شناخته میشن، ولی قضیه فقط عدد نیست. تیزهوش‌ها دنیا رو با یه سرعت و اصالت خاصی پردازش میکنن. از همون بچگی ممکنه حافظه قوی، تمرکز لیزری و توانایی ربط دادن ایده‌های بزرگ از موضوعات مختلف رو نشون بدن. شاید خودشون پیانو یاد بگیرن، با آشغال‌ها ماشین بسازن یا قبل از دبیرستان رمان بنویسن. اونا فقط مشکل رو حل نمی‌کنن، صورت مسئله رو کلاً عوض میکنن. تفکرشون میتونه غیر متعارف، عمیق و سالها جلوتر از سنشون باشه، ولی تیزهوش بودن چالش هم داره. کلافگی از سیستم‌های کند، جدا افتادن از همسن و سالها و یا احساسات شدیدی که مدیریتشون سخته. ذهنشون سریعه ولی احساساتشون هم همونقدر تنده. وقتی حمایت بشن میشن همون نوآورا، خالقا و متفکرهای عمیقی که مرزهای دانش و تخیل بشر رو گسترش میدن. نابغه بودن فقط زرنگ بودن نیست. کلاً معماری مغزشون فرق داره. نوابغ فقط مشکل رو حل نمی‌کنن. اونا منطق زیربنایی مشکل رو دوباره میسازن. اونها روی قوانین مسلط نمیشن، بلکه میپرسن اصلاً چرا این قوانین وجود داره. به انیشتین فکر کنید، به رامانوجان فکر کنید، به آدم‌هایی فکر کنید که مغزشون فقط سریع‌تر نیست، بلکه کج و کوله و متفاوت کار میکنه. این سطح باعث کشفیات بزرگ میشه. وقتی این آدم‌ها حرف میزنن، کل پارادایم‌ها و چارچوب‌ها عوض میشه. علم، فلسفه، هنر، همه چی دوباره تعریف میشه. ولی نبوغ برای خود اون آدم همیشه مثل یه هدیه نیست. خیلی وقتها حس تنهایی با سرعت نوره. مردم نمیتونن پا به پاشون بیان. سیستم‌ها نمیتونن جاشون بدن. حتی تعریف و تمجید هم براشون مثل این میمونه که حرفشون بد ترجمه شده و بیشتر وقتا نوابغ قبل از اینکه تشویق بشن تنبیه میشن، چون زیادی رادیکالن، زیادی عجیبن و زیادی زود اومدن. همه چیزدانها نوابغی هستن با وسعت زیاد. در حالی که یه نابغه معمولی ممکنه توی رشته استاد بشه، همه چیزدان توی چند تا رشته استاده. ممکنه توی یه عمر هم مخترع باشن، هم نویسنده، هم دانشمند و هم هنرمند. مثال تاریخیش لئوناردو داوینچیه که هم ماشین طراحی میکرد، هم شاهکار نقاشی میکشید و هم آناتومی بدن میخوند. یا بنجامین فرانکلین که هم تو علم، هم سیاست و هم چاپ تاثیرگذار بود. چیزی که این سطح رو تعریف میکنه مغزیه که دانش رو فقط جذب نمیکنه، بلکه بین رشته‌های مختلف ترکیبش میکنه. همه چیزدانها موضوعات رو جدا از هم نمیبینن. اونها الگوهایی رو پیدا میکنن که ریاضی رو به موسیقی یا زیست شناسی رو به فلسفه وصل میکنه. کنجکاویشون بیپایانه و خلاقیتشون با تنوع رشد میکنه. هوش همه چیزدانها بیشتر از آیکیو خام نیاز داره. نیاز به زمان، نظم و یه عشق عمیق به یادگیری داره. این آدما اغلب دهه‌ها تلاش میکنن. اونا دنبال جواب سوالهایی هستن که هیچ رشته‌ای تکی نمیتونه جواب بده. تو دنیایی که همه رو هل میده به سمت تخصصی شدن، همه چیزدانها قدرت وسیع فکر کردن رو بهمون یادآوری میکنن. آینده نگر
آدم‌هایی با هوش آینده‌نگر فقط دنیا رو نمی‌فهمن. اونها تصور می‌کنن دنیا چی میتونه بشه. هوش اونها ترکیبی از نبوغ، پیشبینی و البته شجاعته. در حالی که همه چیزدان به چند تا رشته مسلط میشه، آینده‌نگر کلاً فراتر از سیستم‌های موجود رو می‌بینه. اونا ایده هایی رو میارن که تا وقتی که همه چیز رو تغییر بده غیر ممکن به نظر میرسه. آینده نگرها نقطه هایی رو بین علم، جامعه و معنویت به هم وصل میکنن. چیزهایی رو میبینن که بقیه از قلم میندازن و بعد جرأت میکنن که بسازنش. این سطح از هوش معمولاً ریسک داره. آینده نگرها هنجارها رو به چالش میکشن، با طرد شدن روبرو میشن و شک و تردید رو تحمل میکنن، ولی با تکیه بر باور و جسارتشون ادامه میدن. فکر اونا صنایع، جنبش‌ها و خود تاریخ رو شکل میده. هوش آینده‌نگر فقط باهوش بودن نیست، استفاده از اون درخشندگی برای تغییر دادن آینده است. متعالی، هوش متعالی بالاترین سطح از همه است. توی این نقطه هوش دیگه دنبال جواب نیست، تبدیل میشه به آگاهی. این ذهن‌ها فقط نقطه‌ها رو به هم وصل نمی‌کنن، بلکه خود نقطه‌ها رو زیر سوال میبرن. اونا فراتر از خود، فراتر از سیستم‌ها و فراتر از فکر رو میبینن. اونا الگوهای ذات انسان، چرخه‌های هوشیاری و توهمات هویت رو حس میکنن. به بودا، یونگ یا سقراط فکر کنید. آینده نگرهایی که فقط نمیدونستن. اونا فهمیدن که چرا ما اصلاً تشنه دونستنیم. هوش متعالی پر زرق و برق نیست، ساکته، آرومه و خیلی وقتها با دیوونگی اشتباه گرفته میشه، چون هر چیزی که ما حس خودمون رو روش ساختیم تهدید میکنه. این آدما تسلط پیدا نمیکنن، بلکه حل میشن. بدون فشار آوردن راهنمایی میکنن. تو این سطح هوش دیگه خدمتگزار من نیست، شروع میکنه به خدمت کردن به